هرچی میخواهد دل تنگت بگو. برنامه بگردانندگی و اجرای خلیل رومان. تلویزیون بهار تقدیم میکند. بینندگان محترم تلویزیون بهار، یک پنجشنبه دیگر میسر شد که در خدمت شما باشیم. پنجشنبه اول ماه هست و ما مانند گذشته برنامه سرزمین من خدمت شما ارائه میکنیم. پیش از همه چیز میریم به گلستان سعدی سیر میکنیم و از آنجا حکایت زیبای خدمت شما تقدیم. میفرماید پادشاه بدیده استحقار در طایفه درویشان نظر کرد. یکی از آن میان به فراست به جای آورد گفت ای ملک، ما در این دنیا به جیش از تو کمتریم و به عیش از تو خوشتر. و به یکی از آن میان به جای آورد و گفت ای ملک، ما در این دنیا به جیش از تو کمتریم و به عیش از تو خوشتر. و به مرگ برابر و به قیامت بهتر. حالا چه خوب جمله میگه و در اینجا یک دنیا گپ است، یک دنیا پند است، یک دنیا ظرافت‌های اجتماعی، ظرافت‌های تا میشه گفتیم فرماندهی، ظرافت‌های فرمانبری و اینا وجود داره. پادشاه میگه که پادشاه از یک جای گذر میکنه و به یک طایفه از درویشان که خداجویان هستند و شما درویشان میشناسین که چی گروه مردم هستند، با اونا به دیده حقارت نظر میکنه، کمبینی میکنه، در واقع اونا را به حساب نمیاره. یکی از اونا به فراست میافه، در میافه به فراست، یعنی تشخیص میکنه که پادشاه از یک موضع بالا به طرف ما نگاه میکنه و برش میگه که ای پادشاه، ما به لشکر و اینا از تو کم هستیم ولی به عیش از تو خوشتر هستیم. ما خوش هستیم، عیش ما نسبت به تو بهتر است و به مرگ برابر هستیم. وقتی میمیریم یک کفن تو میبری، یک کفن ما میبریم، تو هم زیر خاک میریم، ما هم زیر خاک میریم. خاتمه هست تو هم مستور است، از ما هم مستوره. و به قیامت بهتر. به قیامت بهتر به این خاطر که اونا تصورشان ایست که چون درویشی کردند، از اوامر خدا اطاعت کردند و ذکر خداوند به جای آوردند و بیشتر ممارست کردند به این ذکر، و این پادشاه شاید جای بی‌عدالتی کرده باشه، جای ظلم کرده باشه، جای حق مردم خورده باشه، حساب میده که گویا در قیامت هم از تو کده بهتر هستیم. اگر کشور خدای کامران است و اگر درویش حاجتمند نان است، در آن ساحت که خواهد این آن مرد، نخواهند از جهان بیش از یک کفن برد. چو رخت از مملکت بربست خواهی، گدایی بهتر است از پادشاهی. خب اینجا امو گفته های خود به شکل بیت بیان میکنه. میگه اگر پادشاه کامران است، کشور خدایی پادشاه را میگن کامران است، در عیش و نوش است، زندگیش خوب است، دستش باز است. و اگر درویش حاجتمند نان است و درویش در یک لقمه نان هم احتیاج است و محتاج است، در اون ساعتی که این ارجو میمیرند از جهان بیش از یک کفن نمیبرند، اردو یک کفن میبرند. چو رخت از مملکت خواهی بربست خواهی، گدایی بهتر است از پادشاهی. میگه تو وقتی که میخوایی از مملکت رخت بربندی، یعنی از ملک و از دنیا منظورش هست که بری به طرف عقبا و اونا،
پس گدایی بهتر است، گدا بودن بهتر است، ناداری بهتر است از پادشاهی. اندیشه درویشی است دیگه. ظاهر درویشی که ظاهر درویش جامعه، ظاهر درویشی، ببخشید گاهی من کاغذهای خود صحیح نمی‌آورم. ظاهر درویشی جامعه ژنده است و موی سترده و حقیقت آن دل زنده و نفس مرده. بسیار زیبا بیان میکنه. در اینجا عرض کنم که گفتنی ها بسیار زیاد است، هم در مورد این قطعه، این حکایت حضرت سعدی و هم آنچه که امروز ما میخوایم دربارش صحبت بکنیم. خب تا جایی که نرسیدیم در برنامه‌های آینده کوشش میکنیم گوره تکمیل بکنیم. میگه ظاهر درویشی که است جامعه ژنده است، جامعه است که تکه و پاره است و موی سترده، یعنی موهای خود که اصلاح کرده و تراش کرده، و حقیقت آن دل زنده و نفس مرده. دل زنده، دل و نفس مرده، یعنی همون نفس سرکش خود کشته. در واقع چند چیز ایجا بیان میکنه. یکی دنیای درویشی را که جامعش ژنده است، تکه پاره هاست، یعنی بی قیمت است و موش هم گرفتگی است، موی خود تراش کرده که یک عرف درویشی است. و حقیقت از او که دلش زنده است و نفسش مرده، یعنی قلب بسیار گرم و تپنده داره و خواهشات نفسانی از او به صورت کل مرده و سرش پای گذاشته و خواهشات نفسانی خود بر سرحد صفر پایان آورده یا نزدیک به صفر پایان آورده. نه آن که بر در دعوی نشیند از خلقی و اگر خلاف کنندش به جنگ برخیزد. اگر ز کوه فرو غلطد آسیا سنگی، نه عارف است که از راه سنگ برخیزد. میگه این نیست که یک کسی از سر دعوا با خلق درگیر شود و مردم درگیر شود و اگر ادعا بکنه که گویا من بزرگ هستم یا من گویا این طور یک چیز هستم، دعوا بکنه، ادعا بکنه و اگر خلاف دعواش ببینه، یک کس خلافش با او با جنگ مقابل باشه، با او با ستیزه برخورد بکنه. و باز میگه اگر ز کوه فرو غلطد آسیا سنگ، نه عارف است که از راه سنگ. میگه خب عارف او کسی است که اگر از کوه یک آسیا سنگ و سنگ گرده که ما بینش سوراخ است و در آسیا برای آرت کردن کار گرفته میشه، سنگ آسیا نامش است که مانند یک تیر موتر، این از به طرفش میایه و این در راهش قرار داره. اگر عارف باشه از سر از او نمیخوده، چون توکل میکنه به خداوند. یعنی فرق عارف و پادشاه اینا در یا دنیا طلبا در ای است. طریق درویشان ذکر است و خدمت و طاعت و ایثار و قناعت و توحید و توکل و تسلیم و تحمل. اینجا طریق درویشان بیان میکنه، رای درویشان که درویشان با چه چیزهایی دارند توجه میکنند. طریق درویشان ذکر است و شکر و خدمت و طاعت و ایثار و توحید و توکل و تسلیم و تحمل. 10 مرتبه است که از مراتب تصوف بیان میکنه و میگه که این طریق درویشان است. درویشان در ایران رفتن و میروند، حالا بخوایم یا نخوایم. اینا در یک سعدی 10 تا بیان میکنه. اما خب دیگه عرفا مثل عطار اینا 7 شهر یا 7 شهر عشق یا 7 وادی عشق بیان میکنه که در یک جایی هم میگه که 7 شهر عشق را عطار گشت و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. عرفا چیزای مختلف مطرح میکنن. من وقت کم است که نمیتونم با جزئیات برم بالای از این که
ذکر چیز و شکر چیز و خدمت چیز و ایثار چیز و قناعت چیز و توحید و توکل و تسلیم و تحمل. اگر کدام وقت برابر شد سر از این بحثا صحبت خواهیم کرد. هرکی که به هرکی بدین صفتها که گفتم موصوف است به حقیقت درویش است و اگر در قباست. اما هرزگرد بی نماز، هواپرست، هوسباز که روز به شب آرد و در بند شهوت و شبها روز کند در خواب غفلت و بخورد هرچه در میان آید و بگوید هرچه بر زبان آید، رند است و اگر در عباست. چه کلمات زیبا و چقدر کوتاه و باز چقدر پرمفهوم. خب طریق درویشان گفته این نیست هر کی به این صفتا متصف باشه و این صفتا را از خود داشته باشه او آدم به حقیقت درویش است، از روی حقیقت درویش است. و اگرچه در قبا باشه، اگرچه لباس مقبول و زیبا داشته باشه، اگر به اینمی صفات دگانه متصف باشه و پیروی از این صفات دگانه باشه، اگر لباس فاخر هم داشته باشه فرقی نمیکنه که او درویش حقیقی است. اما اگر یک کسی هرزگرد است، بی‌نماز است، هواپرست است، هواباز است، رشوتخور است، خائن است، دروغگوی است، مفسد است، فاسد است، در بند شهوت است، شبها را روز میکنه در این کار و در خواب غفلت است، روزها را مگذرانه به این کار و هرچی که میایم میخوره و هرچی به زبانش میایم میگه، او رند است. رند در اینجا به معنای منفیش است، به معنای مثبت نیست. و اگر در عباست، عبا امو پوشش متصوفین ایناست و اشاره هم به آل عبا یا حضرت پیغمبر است که اونا رو میگن آل عبا. کدام وقتی یک حدیث هم در این باره است که اگر شد سرش گپ بزنیم، آل عبا کسی است که مثلا حضرت پیغمبر است و حضرت امام حسن است و امام حسین است و علی و فاطمه 5 تا شدن. اینا از نزدیکانی بودن که در زیر یک شال گرد آمدن و او را به نام آل عبا یا نزدیکترین کسا به خانواده پیغمبر میگن. و او میگه اگر در عبا هم باشه، یعنی در اونمو چادر مخصوص هم باشه یا در لباس تصوف هم باشه، چون اینی صفات داره که هرزگرد است، بی نماز است، هوسباز است، روزها را به شب به عیش دیر میکنه، شبها را به روز میرسانه به عیش، روزها را به شب میرسانه به پرخوری و هرزگردی و اینا. اگر در عبا هم باشه رند است، آدم منفی است، آدم خراب است. ای درونت برهنه از تقوا که از بیرون جامعه ریا داری، پرده افرنگ در مگذار تو که در خانه بوریا داری. باز هم در اینجا اشاره میکنه به یکی از بهترین اخلاقیات انسان ها، یکی از اصول بسیار بسیار کارآمد زندگی که امروز ایره شاخ و برگ دادن دانشمندا و علما و اینا و برش مکتب های جور کردن، کتاب های جور کردن، ولی در 4 مصرع یا در 2 بیت ایره چنان زیبا بیان میکنه که جوره نداره. ای درونت برهنه از تقوا که از بیرون جامعه ریا داری. ای که در درون تو تقوا نیست، در درون تو پرهیزگاری نیست، در درون تو صفایی نیست، در درون تو تینت خوب نیست، در بیرون جامعه ریا رو بتن کرده، یک چپن میپوشی، یک کلاه میپوشی، دریشی میپوشی، نکتایی میزنی، درونت خراب است. پرده افرنگ در مگذار تو که در خانه بوریا داری. تو که در خانه دلت بوریاست، یک چیز کم قیمت است، یک چیز کم ارزش است، در کلکی ناید دیگه باز پرده افرنگ نگذار، تظاهر نکو، خود نمایش ندی. ما چنین ضرب المثل هم داریم که میگن
در خانه گردی پیدا نمیشه، در بام 9 تا تندور است. یعنی در خانه یک گرد آرد نیست، در بام 9 تا تندور ماندگی است که گویا ما اقدر دار هستیم. پرده 7 رنگ در مگذار، تو که در خانه بوریا داری، تو که در خانه دلت بوریا داری، دیگه باز در کلکینا که از دیگرها ببینن برای نمایش، برای تظاهر، برای فریب، برای مکر، برای تزویر، پرده 7 رنگ در کلکینت بند نکو قربان. چقدر زیباست این آدم در عمقش داخل شود و از عمق ازی چه درسایی که برای خود بکشه و چه درسایی که برای انسانیت بکشه و چه درسایی که برای جامعه بکشه و چه درسایی که برای ارتقای معنوی انسانها و انسانیت بکشه. اما حیف، صد حیف که ما چنین کارهای نمی کنیم یا کمتر می کنیم. حالا بریم و اصل موضوع خود ما که امانا موضوع ازی بود که من خدمت شما یک بار اگر فراموشتان نشده باشه در ماه گذشته گفتم که سر فرهنگ گپ میزنیم و در فرهنگ هم میایم سر همون بخشی که قبلا گپ زده بودیم و بسیار چی نبود، یعنی یک اشاره داشتیم از همون بخشی که سر چطور یک دولتداری خوب بسازیم و باز گفتیم که ما اصالت و فرهنگ میدیم و فرهنگ هم در اینی بخشش. باز چون این فرهنگ بسیار یک دامنی وسیع دارد، بسیار یک پایه های عمیق و زیاد داره، ستونهای مختلف داره، ما وعده کردم که در برنامه آینده خدمت شما میایم و از فرهنگ صحبت میکنم و سعی میکنم که کلیت فرهنگ خدمت شما برسونم و این امروز امور روز است دقیقا. حالا اگر سوال اینطور مطرح بکنیم که فرهنگ چیست و اگر فرصت داشتیم در آخر باز آسیب شناسی یا آسیب شناسی های فرهنگی ما چه در کل و حیث یک جامعه چه در جز و حیث یک انسان کدام ها است، شاید 10 20 30 مورد باشه که در مورد من تنها 10 تاش 5 تاش 4 تاش صحبت بکنه، در مورد شما 5 تاش 4 تا 3 تا، در مورد یک کس دیگه 1 2 تا 3 در مورد یک تعداد دیگه. همه این آسیب ها کدام است و راه هایی که این آسیب ها را جلویش بگیریم، باز اونمو منفی هایش مثبت بسازیم چگونه است. اگر فرصت بود که ایره هم تا یک جایی را مطالعه خواهیم کرد. اما ای که فرهنگ چی است؟ دوستان، برای فرهنگ تعریف های بسیار زیاد داده شده. بسیار، هر کسی از یک دیدی، از یک خواستی، از یک جایگاهی، از یک علمی، از یک نگاهی تعریف کرده فرهنگ و نمیتونیم بگوییم که غلط است. و این از بس که زیاد است درباره تعریف فرهنگ یا فرهنگ شناسی کتاب ها نوشته شده، چون این امردیف طبیعت است، در برابر طبیعت قرار میگیره فرهنگ. از این خاطر همه کس بگوییم یا یک تعداد زیاد دانشمندا در مورد فرهنگ یک بخش مهمی که در برابر طبیعت قرار گرفته داد سخن گفتن و صحبت هایی کردن که با اون ما کاری نداریم، فقط یک اشاره میکنیم که ابعاد از این انقدر گسترده است. تعریف هایی که میشه به شکل از اشکال او را یک جامعیت و مانعیت برایش داد، برای عام فهم بودن او را ارائه کرد. یکی از این تعریف ها است، حالا میگم که کتاب ها اینا زیاد نشته، مجموعی از باورها و ارزشها و آداب و رسوم و زبان و هنر و
شیوه زندگی یک جامعه است. تمام دانستنی ها، تمام انجارها، تمام قانونگذاری ها، تمام نرم ها و تمام سبک و طریقه شیوه زندگی را که ما از یک نسل به نسل دیگه منتقل میکنه میره فرهنگ میگذاریم، نام میگذاریم که یک راه مشترک اندیشه و عمل کرد و سازگاری با طبیعت و با اطراف محیط بر ما فراهم میکنه. این فرهنگ است. اگر بخوایم بارا وقتایی که بسیار جوان بودیم، شاید 30 سال، 35 سال، 40 سال بیشتر، به شکل گذرا میخوانیم که فرهنگ عبارت از مجموع دستاوردهای بشر است در طول تاریخ حیات بشر در روی زمین و یم غلط نبوده. یعنی برای فهم عد عقلی از فرهنگ هم درست است که مجموع دستاوردهای بشر در طول حیات بشر نامش فرهنگ است. اما به هر حال این از این خاطر میگم که یک ذهنیت کلی در برابر فرهنگ خدمت شما حاصل شود و دیدتان از یک دید که مجموعی از دستاوردهای بشر است یا چی وسیع‌تر شود که فرهنگ اینقدر پایه هایش وسیع است، اینقدر بال و پر داره. به صورت عموم فرهنگ به دو قسمت تقسیم میکنند: فرهنگ مادی، مالدار، تمام چیزایی که تجسمی است، به شکل فیزیکی وجود داره، ابزار هاست، فناوری هاست، میماری است، پوشاک است، انواع چیزای ساخته دست انسان است. و دیگه فرهنگ غیر مادی که ماده نیست، جسم نداره، شکل نداره، مثل باورها که ما سرش زیاد گپ زدیم در این برنامه، در برنامه های دیگه، مثل ارزش ها، انجارها، قانون ها، احترام کردن به بزرگان، شفقت کردن به خردان، خودش دیده نمیشه در این جای. قانونی که میبینه در کجاست نوشته است، اما خودش چیز. زبان، آداب، رسوم، انجارهای معنوی، همه از اینا میتوانیم بگوییم که اینا هم فرهنگ غیر مادی است. چه چیزای فرهنگ تشکیل میکنه؟ هم بسیار مهم است که فرهنگ از چه چیزایی تشکیل میشه. باز بیاییم سر از این که من تا گذرا بگویم که برای کل قابل فهم باشه. یکی از اینا ارزش هاست. تمام معیارهایی که یک جامعه برای تعیین خوبی و بدی و درست بودن و نادرست بودن و عادلانه بودن و ناعادلانه بودن از او استفاده میکنه، یک ارزش گذاری میکنه. این خودش یکی از عناصر تشکیل دهنده فرهنگ است. دیگهش انجارهاست، قوانین است. قوانین، چه قوانین نوشته، چه قوانینی که در عرف و عادات است، چه قوانینی که در رسم و رواج است، چه قوانینی که در دین است، چه قوانینی که در خانواده و اینا و از یک رسم، از یک چیز چی داره در دوران است. این هم به اساس ارزش های خود جامعه تعیین میکنه. دیگه سمبول هاست یا نماد هاست، نشانه هاست، اینا هم جزء فرهنگ است. کلمات خاص است که یک فرهنگ خاص نمایندگی میکنه. یک مجسمه، یک تصویر، یک آبشار رسمش نمایندگی از یک چیز میکنه، یک سمبول میکنه، یک فکر در پشت سر خود می داشته باشه. و زبان است، خود زبان، سیستم ارتباطی کلامی ما، شما و غیر کلامی ما، اشارات ما، اینا هم منابع فرهنگ است و عناصر است که فرهنگ تشکیل میکنه. و قسمت اخیر که خدمت شما بگویم فناوری هاست، تکنولوژی که امروز بسیار برش ارزش قائل هستیم. از موبایل گرفته تا گلاس چای ما، تا هواپیماها، طیاره ها، تا ریل ها، تا زیرزمینی ها، تا توپ ها، تا تانک ها، تا اتم، همه از اینا
هم عناصر فرهنگی ما هست. خب از بسیاریش ما برای تسلط بر محیط خود به کار میبریم، از بسیاریش برای رهایش خود به کار میبریم، از بسیاریش برای لذت بردن به کار میبریم، از بسیاریش برای راحت بودن به کار میبریم و مالندار از بسیاریش برای جنگ. باز همون تسلط بر محیط است، تسلط بر انسان های دیگه است. در مجموع این 5-6 جایگاه یا 5-6 ستونی که خدمت شما عرض کردم، اینا فرهنگ تشکیل میکنن، فرهنگ ایجاد میکنن. من زیادتر در مورد تعریف ها و اینا وقت شما رو ضایع نمیکنم و ضرورم نیست. اما میخوایم که یک دیدگاه را، یک نظرگاه را ارائه بکنیم که در اون نظرگاه دوری و ابعاد و عمق فرهنگ معلوم شود براتان، تا جایی که برداشت میشه برداشت شود و تا جایی که برداشت نمیشه آدم در یک ذهنیت داشته باشه که خب در هستی ما این در یک چیزی هم هست. از مجموع تعریف هایی که من بسیار خوشم آمد و پسندیدمش، نه به خاطر از این که خوش من آمد، به حساب ارزش هایی که در خود داره و او را نمره دادم، این ارزش ها را باز هم تعریف هایی است که استاد دکتر مصطفی ملکیان، فیلسوف معاصر کشور ایران، او را بیان کرده و بسیار کوتاه ولی بسیار عام فهم، مثل همون ابیات سعدی که خدمتتان خواندم، در کلمات بسیار کوتاه مفاهیم بسیار عمیق را جای داده و او خوشم آمد و دلم نشد که از او بگذارم به سادگی، خواستم که او را با شما شریک بسازم. و او ای است که میگه هر چیزی که از آن طبیعت نیست از آن فرهنگ است. زیباست. هر آن چیزی که از آن طبیعت نیست از آن فرهنگ است. هستی ما دو گونه است. حالا اینو من میگم، هستی ما از دو ستون تشکیل شده، یعنی یونیورسال یا جهان یا طبیعت یا چه بگیم کیهان، ایره که ما میبینیم ای از دو پدیده تشکیل شده، یا طبیعت است یا فرهنگ است. از همین دو تشکیل شده. اویی که ساخته دست انسان نیست، هر آن چیزی که از آن طبیعت نیست از آن فرهنگ است. هر آن چیزی که از آن طبیعت است از آن طبیعت است. او را ما میگیم پدیده طبیعی که در طبیعت وجود داره، مثل کوها، مثل دریاها، مثل خود کره زمین، مثل مهتاب، مثل آفتاب، مثل مریخ، مثل زهره، مثل زحل. اینا پدیده های طبیعی هستند. اینا در طبیعت وجود دارند، چیزی هستی هستند ولی در طبیعت. بعد او چیزی که از طبیعت نیست از آن فرهنگ است، ساخته دست انسان است. اینا میگن پدیده فرهنگی. این هستی ما از پدیده طبیعی و پدیده فرهنگی تشکیل شده. اینجاست که ما گفتیم که این فرهنگ به خاطر قدر وسیع و مهم است و دانشمندای زیاد در این مورد گپ زده که در برابر طبیعت قرار داده میشه. یعنی اگر هستی ما دو بعد داره، یک بعدش فرهنگ است، پدیده های فرهنگی است. از این خاطر در این مورد دانشمندا از دیدگاه های مختلف، از جایگاه های مختلف مطالعات دادن و تعریف های دادن و عمق از او را کشیدن و برای کسایی که در این عرصه از صورت حرفه‌ای پیش میرن بسیار بسیار مواد برای معلومات اینا دادن. خب در اینجاست که گسترده ترین تعریف فرهنگ شکل میگیره، یعنی پدیده فرهنگی. حالا
با جزئیات نیست که چی میشه چی نمیشه. در برابر طبیعت قرار داده میشه، در برابر نه که به حساب ضدیت، در برابر طبیعت نهاده میشه. یعنی وقتی از طبیعت نام میبریم، یک چیز دیگه که تکمیلش میکنه یا در برابرش قرار داره یا باید از اون نام ببریم، او فرهنگ است یا طبیعت است، یا کلچر در برابر نیچر است. طبیعت در برابر فرهنگ است. این میشه یک معنای اول فرهنگ. به صورت عام آنچه که از طبیعت نیست از فرهنگ است. این تعریف عام فرهنگ است. یا فرهنگی در برابر طبیعی. یک چیز میشه فرهنگی باشه، یک چیز میشه طبیعی باشه. این از این میگذره. باز اینمی فرهنگه که در معنای اول است و در معنای عام است، در بین خود به دو بخش تقسیم میشه. اینا یا جسم فیزیکی دارن، شکل دارن، به چشم دیده میشن، و اونایی که به چشم دیده نمیشن، شکل ندارن. اونایی که به چشم دیده میشن، درست؟ برای از اونا میگن که تمدن. به چشم دیده میشن. پلها را ساخته دست انسان است و به چشم هم دیده میشه. هواپیماها در طیارات ساخته دست انسان است اما به چشم دیده میشن. بم اتم به چشم دیده میشه، ساخته دست انسان است. اینا برش گفته میشه که باز در فرهنگ در برابر تمدن، اونی که دیده نمیشه در چشم، ساخته دست انسان است ولی دیده نمیشه. مثل چی؟ مثل خانواده، مثل سیاست، مثل اقتصاد، مثل دین، مثل چی بگم براتون، عادات عجیب و غریب. اینا دیده نمیشه اما ساخته دست انسان. خانواده ساخته دست انسان است. شما در خانواده‌ای که تشریف دارین حساب بکنین، بگین مثلا خانواده ما متشکل است از این افراد. اگر افراد نام بگیرین، خب افراد است، پس خانواده شد. یا سیاست ساخته دست انسان است اما خود سیاست چی است؟ ما رو نمیبینیم. اقتصاد، حقوق به این شکل دین. اینجا فرهنگ معنای دوم خود میده، یعنی که جدا میکنه خود اونایی که از بخش طبیعت، از بخش تمدن است که در چشم دیده میشه و باز اونایی که در چشم دیده نمیشه. این فرهنگ به معنای دومش است. اینمی فرهنگ معنای دوم باز به دو بخش تقسیم میکنن. یکی است که اونایی هستن که ساخته دست انسان است، جسم هم دارن و چشم دیده میشن، و یکی است که اونها ساخته دست انسان است، جسم نداره و چشم دیده نمیشه. اونه که به چشم دیده میشه و ساخته دست انسان است، باز در ساختش اینه بنای در امور اجتماعی برش میگن که سرش میایم که این ساخته. اونه که در چشم دیده نمیشه و ساخته دست انسان است، امور فرهنگی است. اینجا فرهنگ در اجتماع میایه و به معنای سوم خود امردیف با اجتماع قرار میگیره. و فرهنگ دیگه که باز به چشم دیده نمیشه، اون در درون ما مربوط میشه، امور فردی ماست، امور درونی ماست. فرهنگ آمد آهسته آهسته در جای تقرر یافت که ما به او کار داشتیم و ما به او کار داریم در آینده ها هم، و اشاره هم کردیم که اینجاست که ما باید عطف توجه خدا بکنیم. اینجاست که ما باید اگر میخوایم انسان نوین شویم و اگر میخوایم انسان نوین داشته باشیم و اگر میخوایم نظام خوب و خدمتگزار داشته باشیم و اگر میخوایم از این روزمره زدگی ها خلاص شویم، در اینی قسمت فرهنگ توجه بکنیم. یعنی اصالت به فرهنگ بتیم در ساختار دولت. اینجا منظور ما از اون فرهنگ بخش سوم فرهنگ است. یعنی چی؟ یعنی مجموع باورهای ما، مجموع احساسات و عواطف و هیجانهای ما، مجموع خواسته های ما.
اینی بخش فرهنگ است که هم سازنده از انسان می سازد و هم در شد و نشد جامعه، در تعامل اجتماعی، در رفت و آمدها اینا نقش می داشته باشه. در دو مجلس گذشته یا در دو برنامه گذشته ما اینمی را علم کردیم و گفتیم که اصل به ای داده شود، اصالت به ای داده شود، نه به رژیم سیاسی، برخلاف که لیبرال ها میگن که یک نظام سیاسی دموکراسی این گونه است، نه فهمی از انتخابات آزاد میباشه و یه طور میباشه، و نه به مناسبات اقتصادی که مثلا سوسیالیست ها و اینا میگن و میگفتن که حالا شما قدرت سیاسی رو بگیرین، باز جامعه را سوسیالیستی بسازین، باز تقسیمات این گونه بسازین و باز در اونجا دولت داری میشه و میشه. نه که اونا ارزش ندارن، نه که اونا کم اهمیت هستن یا نادرست هستن، اینا کسایی هستن که اصالت به او قائل میشن. اما اگر ما اصالت به فرهنگ قائل شویم، در عین حال که او سیستم ها رو می داشته باشیم، یک نوع چیزهای به مراتب یا اصول به مراتب بهتره بالای از او علاوه هم میکنیم. پس در اینجاست که اگر ما اصالت به فرهنگ قائل شویم و فرهنگ هم در اونمو بخش سیومی که من آمدم بر شما که ساخته دست انسان است و به چشم دیده نمیشه، ای اگر به این توجه کنیم، یعنی مجموع باورهای ما، عقاید ما و مجموع احساسات و عواطف هیجانات ما و مجموع خواسته های ما، اگر به این توجه بکنیم و بخوایم که از راه اصالت از این فرهنگ جامعه را بسازیم و صلاح جامعه را به وجود بیاریم، یک سیستم سیاسی صالح به وجود بیاریم، این است که لب و لبابش که فرهنگ گردانندگان او جامعه از صلاح برخوردار باشه، چه در حالتی که حاکم است و چه در حالتی که برای حاکمیت ها آمادگی میگیرند در آینده. اینجا نقطه بسیار باریک است عزیزان من، بسیار باریک است که اگر ما میخواهیم یک نظام جور کنیم، یک سیستم جور کنیم، حالا یکی میگه که دموکراسی باشه، یکی میگه که پارلمانی باشه، یکی میگه که پادشاهی باشه، اینا خوب است که باشه، اما اگر گردانندی از او باورهای صالح نداشته باشه، احساسات و عواطف و هیجانات خوب نداشته باشه میگیم و خواسته های معقول نداشته باشه، پس چی شد؟ اما قصه گرگ است که شنیدم، گوسپندی را بزرگی رهانید از دهان و چنگ گرگی. حالا اگر غلط خواندم ببخشید که در ذهن ما است. سحرگاه کارد بر حلقش بمالید، روان گوسپند از وی بنالید، که از چنگال گرگم در ربودی، ولی و چو دیدم عاقبت گرگم تو بودی. برین نظام ها را ببینید، آمدن رفتن، چی شده؟ چون نیروی محرکی انسان ها که در عین حال خودش محرک دولتداری و نظامداری و اینا است، یعنی مجموعی باورهایشان، مجموعی احساسات و عواطف و هیجاناتشان و مجموعی خواسته هایشان صالح نبود. دموکراسی هم بدنام شد، سوسیالیسمش هم بدنام شد، حکومت دینیش هم بدنام شد. هر آنچه هم که در آینده بیایه، اگر این باورهای صالح،
احساسات و عواطف صالح و خواسته های صالح نباشه، او هم بدنام میشه. ایره میتونم که تا یک مقدار زیاد یقین خدمت شما بگویم، چون نیروی محرکی انسان ها این همی چیز است. خب حالا برای اصلاح اجتماعی ما چی باید بکنیم؟ باورهای صالح چی است؟ باورهای کاذب چی است؟ اینم ما یک قسمت کوتاه خدمتتان عرض میکنم و پیش میریم. حالا در قسمت باورها ما هی کوشش بکنیم در خود و در دیگران، در جایی که هستیم برای خود ما، در جایی که گپ ما نفوذ داره و عمل ما نفوذ داره با دیگران، کوشش ما ای است که باورهای کاذب دور بکنیم و باورهای صادق به خود بیاریم. باورهای صادق چی است؟ باورهای کاذب چی است؟ باورهای کاذب اون است که با واقعیت ها منطبق نیستن، با واقعیت ها این ارتباط ندارن، مطابقت ندارن. و باورهای صادق اما است که با واقعیت ها مطابقت دارن، واقعیت ها را از آن خود میدانن. خب این است که باورهای صادق در واقع وقتی با واقعیت ها استوار شد و یا استوار شود، ما انسانی دارای باورهای صالح می داشته باشیم. بعد در قسمت احساسات و عواطف خود و دیگران و هیجانات خود و دیگران، صلاح و فسادشان به چی است؟ که احساسات ما بجا باشند و احساسات را که تلقین میکنیم برای ساختن انسانهای نوین در مکاتب ما، در پانتونهای ما، از طریق رادیوهای ما، از طریق تلویزیونهای ما که متاسفانه اونا بخیر یک جای دیگه روان هستن، اینا هم احساسات و عواطف و هیجانات بجا را تلقین بکنن به نسل و خواسته ها صلاح و ناصلاحش به چی است؟ که خواسته ها معقول باشه و هیچ یک از قوانین حاکم بر جسم انسان، بر ذهن انسان، بر روان انسان و مناسبات اجتماعی انسان ستیزه نداشته باشند. اینا بسیار مهم است و اگر بخوایم که هر کدام از این سرش گپ بزنیم، باز از اون اصل مطلب میمانیم و مسئله میره به جای دیگی و ما نمیتونیم که چه بگم تداوم و تسلسل کلام داشته باشیم. از خاطر من احتراز میکنم از توضیح بیشتر از اینا، الا هر کدام از اینا توضیحات بسیار زیاد. حالا وقتی که یک انسان یا جمعی از انسانها باورهایشان صالح شد، احساسات و عواطف و هیجاناتشان صالح شد و خواسته هایشان صالح شد، در هر جایی که قرار بگیرن اونا بزرگترین ارزش ها را میآفرینن بدون از اینکه کوچکترین انتقاد متوجهشان باشه. من در برنامه‌های قبلی خدمت شما امی عرضه داشتم که خوب است که دوستان ما، سیاسیون ما، حالا دیگر برادران اختلاسگر ما، برادران ثروتاندوز و ثروتمندان ما که از حساب به حساب ثروتمند شدن، اینجا و آنجا طرح‌هایی میدن در مورد نظام آینده و نمیفهمون کسانی که در برابرشان باید بسیار سوالا مطرح شد. تلویزیون ها با آب و تاب و با چی اونا رو دعوت میبرن از پیشان طرح‌ها را میشنون و یه هم یکی از بازی های روزگار ماست. ما بارها خدمت شما عرض کردیم در این برنامه و در عرایض خود در مجموع در نوشته ها و اینا که ما یک مملکت هستیم که به تمام معنا که هیچ مفهوم دیگی یا یک کلمه دیگی برش پیدا کنه نمیتونیم که بگوییم که کمک کور پوشیده باشه. دزدان خدا، اختلاسگران خدا، دزدان نان فرزندان خدا، دزدان پول سرک خدا، دزدان تعلیم و تحصیل
اولاد مملکت، دوستان صحت مملکت، جهالت مآب میگیم، بزرگوار میگیم، پای صحبتشان میشینیم و طرحهایشان گوش میکنیم. واه چقدر زیبا فرمود. در حالی که او همون گپ سعدی است که در خانه بوریا در دل خود بوریا داره ولی در کلکین خود پرده های افرنگ مندازه. او خودش مانند یک افعی، مانند یک مار بر سر گنج باد آورده اختلاس و رشوت و فساد و سوء استفاده است و برای تو راه حل میده که فرزندان افغانستان این راه حل ما اگر شود سوای مملکت جور میشه. چون باورهایش صالح نیست، چون احساسات و عواطف و هیجاناتش صالح نیست و چون خواسته هایش معقول نیست و صالح نیست، اگر باز به قدرت بیایه، اگر 10 بار به قدرت بیایه، اگر 100 بار به قدرت بیایه، باز اونمو راه هست و اونمو چاه. هیچ چیزی بهتر نمیشه، هیچ چیزی بهتر نمیشه. به همین سبب و درست هم به همین سبب و درست هم به همین سبب من خدمت شما عرض کردم که ما برای داشتن یک رهبری نسبتاً سالم دولتی که دارای سلامت اخلاقی باشن و شفافیت باشن چی بکنیم؟ یک لوی جرگه تعدیل شده را دایر بکنیم و انتخاب رئیس جمهور و رئیس دولت در او داشته باشیم و این حداقل ما را به این کمک میکنه که یک انتخاب سنجیده شده می داشته باشیم، نه تصادفی. و بعد به حیث یک نیروی فشار اینمی لوی جرگه در مدت که را انتخاب کردند به عنوان یک نیروی فشار و گوشزد کننده خوبی ها و بدی ها عمل میکنه، این را مهار میکنه، جلوش میگیره از اعمال بد. این خود نه در انتخابات که شما میگین میشه، نه در سیستم ریاستی میشه، نه در انسان امو انسان است، پیشبرنده امو پیشبرنده است، حکومت کننده امو حکومت کننده است که اشتهای هنوز هم سیری ناپذیر برای اختلاس، برای رشوت، برای فساد، برای قلدری، برای زورگویی، برای ذخیره سازی و برای صدها میلیون دلار در بیرون ذخیره کردن داره. مگر غیر از این است؟ مگر غیر از این است؟ اینجاست که من میگم که تا زمانی که ما اصالت فرهنگ حاکم نکنیم و در اصالت فرهنگ اونمو بخشاره به وجود نبیاریم و حداقل تا که باز در اوج مؤسسات به وجود بیاید که چنین انسانها را از شروع از سطح پایین تعلیمی و تحصیلی تا سطح بالا انسانهای نوین بیافرینیم، تا او وقت یک نیروی فشار ایجاد نکنیم و او را در صورت خلاف رفتاریش پس به جایش نشانیم، هر نظامی بیاید، هر سیستمی بیاید، هر جاگزینی بیاید، اونمو دایره باطل است که ما تهیش میکنیم. اونمو دایره باطل است که ما تهیش میکنیم. شما توجه بکنین، شاید به نظرتان عجیب معلوم شود که چطور میتونیم دایره باطل تهیه بکنیم. وضعیت امروز افغانستان یک بار در ذهنتان بیارید. در آخرای حکومت حزب دموکراتیک خلق یک کسی به نام دکتر نجیب الله آمد و یک برنامه را اعلان کرد به نام مصالحه. گفت برادرها بیاین جنگ کردیم، کشتیم، زدیم، خون همه ریختاندیم، استخوان همه شکستاندیم، بیاین که مصالحه کنیم. اینی راهش است، قدرت است، تقسیم میکنیم یا میکنیم، حالا راهش بسیار چیزایی. ما چی میگفتیم؟ مخالفین چی میگفتن؟ یک سره میگفتن که نه
تو دروغ میگی، تو غلط میکنی، تو جفا میکنی، تو برای قدرتت دیگه پار مطرح میکنی، کمایی میکنی قدرت این آن. ما تو برو که ما بیاییم که این مملکت جور شد. اما طرف شد این رفت و یا کشیدنش آمدن مملکت جور شد. مملکت جور شد نشد. او گذشت. اینا آمدن او یک چیز هست که یک تاریخ هست که چیز شاید تاریخ های نزدیک است که آمدند و کشتند و بستند و زدند و خوردند و بردند و رفتند. اونایی که میگفتن تو برو دکتر نجیب الله جایت به ما بده، من رایت مصالحه نمیکنم، مصالحیت قبول ندارم، توی را برای حفظ قدرتت میسازی، آمد روزگار اینا رو به سر حاکمیت آورد. چی کردن؟ زدن، بستن، خوردن، کشتن، ربودن، بردن، رفتن. جالت معابا شدن صاحب. صدها میلیون دلار از خون از این مملکت، از آینده از این مملکت، از صحت از این مملکت، از اولاد از این مملکت رفتن بردن برای خودشان ذخیره کردن، زندگی جور کردن. جور نشد. چرا ایست که اینا باور صالح نداشتن، احساسات و عواطف و هیجانات صالح نداشتن و خواسته های بجا صالح نداشتن. عوضش کسای دیگه آمد، باز کسای دیگه آمد، جمهوریت آمد به زور 50 و چند کشور دنیا، به زور مجموع دلارها و اجناس و پولهای کمکی اروپا و امریکا. چی شد؟ چیز تغییر کرد؟ وضعیت خوب شد؟ بدتر شد؟ چرا ایش این همیست که باز به شما عرض میکنم که اونا باورهای صادق نداشتند، احساسات و عواطف و هیجانات بجا نداشتند، معقول نداشتند، خواسته های بجا نداشتند. دیدین روزگار طوری واقع شد که باز یک گروپ دیگه آمد. چی می شود؟ میبینیم باز هم هیچ چیزی برای بهبودی جامعه، برای بهبودی وطن، برای بهبودی و گذار از این فقر و بیچارگی نمیشه. چرا؟ چون احساسات و عواطف و خواسته های صالح وجود نداره. از بازی های زمانه این است که ایره یاد کردم. امروز تمام کسایی که دیروز مصالحه دکتر نجیب الله را باید در یک موزه میکردن و رد میکردن و قبول نمیکردن و میگفتن تو برو گم شو که ما عوضت بیاییم، امروز اونا میگن مذاکره بیاییم بکنیم صاحب، مصالحه بیاییم بکنیم صاحب. چرا باید اینا که شما مصالحه بکنن؟ چرا باید اینا که شما مصالحه بکنن؟ چرا اینا باید به شما کمرای شما مذاکره بکنن؟ اول به خاطر اینکه کرده های خودت از زیر چشمت بیار. دیروز خودت نمی کردی با دکتر نجیب الله، از اینا میخوایی که بکنن؟ چرا بکنن؟ اینا قدرت میخواین در قدرت تنها باشن. دکتر نجیب الله میگه بیایم قدرتم به شما میتونم بیاین که به خاطر این مملکت شما جرأت نمیکردین که با او مذاکره بکنید. اینا چرا با شما مذاکره؟ چطور خواست؟ ببین خواست تا نامعقول است. خواست نامعقول است عزیزان من. خواست نابجاست، خواست درست نیست. این خواست به خاطر است که بیا مذاکره بکنیم، مثل دیروز واره 5 وزارت از تو، 10 وزارت از من، از تو، باز ما بیایم اونجا اختلاس خود حاکم بسازم، رشوت. مگر سر اینا رو مار کنده و شما همتان از الف تا یا مشهور به فساد هستید. نه که کدام محکمه در براتون فیصله کرده،
نه که کدام سالنوالی شما را متهم به این چیزا دانسته. از هر من الشمس زندگی شما بالای خود شما شهادت میده که شما جلالت مآبا هستین که از بیکاری و از هیچ کار هیچ مدرک صاحب ثروت‌های نجومی شده ایم. از اختلاس، از رشوت، از فساد، از وطن فروشی، از صلاح فروشی، از همه چیز. و گاهی خود عیار میگین، گاهی خود دانشمند میگین، گاهی خود جهالت مآب میگین و پیروای زیادم دارین. متاسفانه جای تاسفش در اینجاست. حالا اگر باز اونمو بیایه و شما بیاین، اینم دایره باطل طی میشه. برای مملکت من، برای فرزندان من، برای بقایای وطن من، برای یک ملت بیچاره‌ای که در طی سالهای متمادی رنج کشیده، نیم توت زندگی آبرومند و دارای رفاه و دارای آرامش به وجود نمیآید. وقت نمیآید، کسایی که صالح اندیش هستین، کسایی که فکر صلاح مملکت دارین، بیاین که با هم برای داشتن یک مملکت خوب و برای داشتن یک رهبری خوب و برای داشتن رهبران دارای باورهای خوب، دارای خواسته ها و هیجانات و احساسات و خواسته های خوب کار مشترک بکنیم. در کدام تلویزیون، در کدام برنامه، در کدام جایی که جدی است، حالا خب برنامه و اینا هم بسیار زیاد شده، یوتیوبر هاست این است، در کجا مردم جمع شدن یا حداقل یک کسی آمده گفته بیاین برادرها برای داشتن یک رهبری سالم اجتماعی یک نهاد جور بکنیم، یک بنیاد جور بکنیم، کمک بکنیم که انسانهای سالم تربیه شوند، کمک بکنیم که انسانهای سالم بمانند، کمک بکنیم که انسانهای سالم با قوت شوند و یک مدرسه‌ای به وجود بیاید که رهبرای آینده ما را ایجاد بکنه، تربیت بکنه، آماده شوند اینا برای آینده. کسی هست؟ کسی برای این کار سرمایه گذاری میکنه؟ نه. اما چرا؟ اگر یک کسی بخواه که حالا نمیخوایم مقایسه بکنم، یک کنسرت بده، یک فیشن، یک چیزی روزمره زده رو مطرح بکنن، واه واه و جه جه و به به، در یک جایی از یک ولسوالی یک کسی بلند شده، یک چند تا سلارم گرفته، او صاحب که پیام هاست، که شاد باش هاست، که حالا که صاحب این نقطه آغاز و مرکزیت یک انقلاب مثلا، همیش هیاهوست، همیش چیزایی است که از لازم منطق ما رو نمیتونم توجیه کننده بدانم، توجیهگر بدانم. از کران تا کران استقبال میکنیم، واه واه این قهرمانانه. شما به خدا بد اخلاق ترین، بی رویت ترین، بی تعلیم ترین انسان ها را به حیث قهرمان ها نمیشناسیم، نمیبینیم، پای صحبت هایشان نمیشنویم، نمیفهمیم که اینجا صاحب مقاومت کردیم، اونا سبایت تر میکنیم، ولی فردای آها یک بار بیندیش، مگر تو دیروز از نان و آب و صحت و مکتب مردم ندزدیدی؟ مگر تو در خانه دلت، در باورهایت صلاح داری؟ در احساسات و عواطف و هیجانات صلاح داری؟ در خواسته هایت صلاح داری؟ خواسته های صالح داری؟ اینهای صالح است؟ نیست. باز که آمدی دیروز اگر به شکل مار در گردن این مردم افتیدی، امروز که باز آمدی به شکل اژدها میفتی.
این است که ما در دایره باطل سیر حرکت میکنیم. برای کشیدن خود از دایره باطل ما نیاز داریم که رهبران آینده را بسازیم از این مملکت، از این جوانای ما، از این نسلهای بعدی ما. به گذشته ها اینقدر نچسبیم. این گذشته ها همه امتحان خدا دادن. فیلم های دیده شده هستن، فیلم های هستن که آخرش معلوم است برای هر بیننده، ولی هنوز هم ما به دنبال از اینا میریم. وقت من پوره شد و من نتانستم که بتانم امو 20 آسیب یا 20 چند آسیب فرهنگی ما را که بسیار پیوند داره با این گپ ما، با این صحبت ما و با این برنامه ما، او را شناسایی بکنیم و خدمت شما عرض بکنیم. به هر حال یا زنده صحبت باقی، من در برنامه های آینده او را خدمت شما عرض خواهد کردم. اما چیزی که میخوایم بگویم این است، حالا اگر دوستا میاین و صحبت میکنن ما در خدمتشان میباشیم. چیزی را که میخوایم تأکید بکنم بالایش که ما داشته باشیم و سرش گپ بزنیم این است که بیاین دست به دست هم بدیم رهبران آینده را پرورش بدیم، اونا را بسازیم، یک مکتب، یک فاکولته، یک مدرسه برایشان داشته باشیم. بله آقای رومان با عرض حرمت، جناب دکتر صاحب سلام. بازم از یک برنامه آموزشیتون مستفید شدم. خواهش فقط یک سوال بسیار کوچک دارم. خواهش. آیا ساینس و تکنولوژی البته نیست، آیا ساینس فرهنگ؟ جواب مختصر اگر ارائه کنید ممنون میشم. خدا حافظ. چشم. بله، همین جواب مختصرم ایست خدمتتان که ساینس هم ساخته دست بشر است و فراوردهای ذهنی بشر است و در جمله فرهنگ شامل است. یعنی من خواستم که امور بگویم که آنچه که از طبیعت نیست از آن فرهنگ است. هر چیزی که ما شما می‌بینیم. ما در برنامه آینده بسیار کوشش کردم که انواع آسیب‌های فرهنگی جامعه ما را که ما در اونجا آسیب می‌بینیم امروز می‌خواستم خدمتتان عرض بکنم که نشد، وقت باقی نماند، ولی امید است که در برنامه آینده ما بتونم همین چند 20 چند است که 5-6 تاش بسیار مهم است سرشان یک تمرکز بیشتر داشته باشم و صحبت‌های بیشتر داشته باشم و صحبت خود در همینجا ختم میکنم. شما زنده باشین تا برنامه‌های آینده شما را به خدا مسپاریم. و بر من پیام دادن که ما وقت داریم میتونیم ادامه بدیم، اما آیا بیاین همیره مگذاریم به یک برنامه آینده که شاید 1 ساعت 1.5 ساعت دیگر در بر بگیره. از او خاطر میخوایم که برنامه آینده باشه که با جزئیات بیشتر سرش صحبت بکنم. حالا باز من خودم مقید میدم، تیز میگم همیشه و میخوایم یادش بکنم. چرا نه؟ میخوایم یادش بکنم همینجا که پیوسته بر من میگن که یک سیاهی ما داشتم یک ترجمه و میخوان که از یک داشته باشن، ولی خب من میخوایم رو یک یاد بکنم بخشایی که آسیب های فرهنگی ما چی هست و ما از چه نقطه نظر دارای آسیب ها هستیم. نامایشان نمیگیرم، باز توضیحشان در برنامه. مهمترینش این است که ما یگان دفعه میگم ما از 5 یا 6 ت ضربه میبینیم و این 6 ت یا 6 تا ما را یا 6 تی ما را بسیار پیچیده ساخته و ما را خراب ساخته. یکی از اینا تعصب است، دیگهش تکبر است، دیگهش تعبد است، دیگهش تصویر است و دیگهش تکروی است. و این شکل آسیب ها را که ما نشانی کردیم تقلید است. بعد از تقلید باز میاییم سر
شخصیت پرستی است، باز شخصیت کشی است، تن پروری است، تلقین پذیری است، القا پذیری است، جهل است، پیش داوری است، جزم و جمود داشتن است، همرنگ با جمعیت بودن است، باور به برگزیدگی است، تجربه نیاموختن از گذشته است و ایناست که دیدگاه ما نسبت به کار است، ریاضت است، ایناست. مصرف زدگی است، از بین رفتن تمیز بین خوشایند و بدایند ماست. ایناست که ما هر کدام از اینا رو میخوایم 20-25 تا است در برنامه آینده خدمت شما با وضاحت خوبتر و با تشریح هر کدامشان شاید به درد نسل جوان ما بخوره خدمتان عرض بکنم. خب به او سبب شما رو به خداوند مسپارم تا برنامه آینده که در هفته اول یا در پنجشنبه اول ماه بعدی است. شما رو به خداوند مسپارم. مواظب خود باشین. بسیار تشکر از لطفتان که تا این دم با ما بودین. خداحافظ. در لوح و قلم شاهد آثار کتاب است، سرمنزل و مقصود گوهربار کتاب است. ای دانش عالم همه در سینه تو ضبط، دانند همگان شهد گوهربار کتاب است. هر دیده بینا دل روشن چترا دید، فهمید که سرچشمه اسرار کتاب است. به نام خداوند لوح و قلم. دوستان عزیز، بیننده های عزیز تلویزیون بهار، نجیب هیروی هستم از استودیوی کابل. این هفته بر شما گزارش از چاپ کتاب شورش ها چگونه پایان می یابد اثر محترم خلیل رومان را بر شما تهیه داشتیم در مطبعه نشر پرند واقع دمزنگ به چاپ رسیده و جناب محترم ناشر لطف کردن به تعداد 100 جلد امی اثر گرانبار برای استودیوی تلویزیون بهار در شهر کابل شکل تحفه تقدیم داشتند. شورش ها چگونه پایان می یابد. یک جهان تشکر از جناب خلیل صاحب رومان که لطف کردن به تعداد 100 جلد کتاب امی اثر نو خود که نو به چاپ رسیدن که حال آمده ما از مطبع از جناب محترم باعث رهنما مسئول امی مرکز چاپ از اینا تسلیم شده و همچنان از اینا راجع به چگونگی چاپی کتاب، تعداد چاپ از این کتاب و سایر فعالیت های این مرکز چاپ که مدت چند سال میشه و فعالیت آغاز کردن از فعالیتشان ما را آگاه بسازن و ما با ابراز تشکری باز هم از جناب رومان صاحب که لطف کردن این 100 جلد کتاب در استودیوی کابل تخصیص دادن که تا ما در هر برنامه‌ای که میریم یک شکل تحفه به دسترس علاقه‌مندان و اهل ذوق یمی مطالب تقسیم کنیم. همچنان انشاءالله ما یک تعداد از این کتاب‌ها را به کتابخانه مؤسسات اطفال یتیم و پوکو و کتابخانه‌های مکاتب شخصی و کتابخانه عامه انشاءالله در آینده تسلیم خواهد داشتیم. یک جان تشکر جناب محترم باحث رهنما که وقت با ما دادین که راجع به این کتاب صحبت‌های شما رو بشنویم و این 100 جلد کتاب از شما ما تسلیم شدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما باحث رهنما مسئول انتشارات پرند هستیم. انتشارات پرند یک نشر داخلی است که در مرکز کابل و ولایات افغانستان فعالیت داره. از سال 2012 به این بر ما مصروف پخش و نشر آثار هموطنان و شهروندان افغانستان در داخل و بیرون از افغانستان هستیم که بیشتر کارهایی که ما همی اواخر انجام دادیم از دوستایی بودن، از نویسنده ها بزرگان اهل قلم و خبره بودن که در بیرون از افغانستان چه آثار تالیف بودن، تحقیق بودن، پژوهش بودن، برگردان بودن چاپ کردیم.
که تا حال در حدود 400 اثر که شما یکی از آثار فعلا میبینین کتاب شورش ها چگونه پایان میابند از نویسنده چیره دست و حرفه‌ای و نویسنده خوب و سرمایه های مردم افغانستان آقای خلیل رومان که برگردان کردند و یک کتاب تخصصی در حوزه بخش های نظامی، جنگ های پارتیزانی، چریکی و بقیه بیشتر به درد پژوهشگران و نویسنده هایی که در حوزه کار نظامی فعالیت دارند یک کتاب تخصصی به درد میخوره و شبیه از این ما در حدود 400 این کتاب که اکثری از این در وبسایت نشر پرند به نام parandbook.com یا نشر آنلاین کتاب پرند موجود می باشه. فعالیت های ما تا دمی بخش جریان داره و بیشتر دوستایی که از بیرون از کشور به ما مراجعه میکنند تمام سعی و تلاش خود را میکنیم که با وجه احسن کارایشان با حفظ تمام حرمت و ارزش ها و قوانین نافذه دو طرف هم کشور ما افغانستان هم بیرون انجام شود و در دسترس دوستا قرار بگیره و کسانی هم که میخواستند ما بیشتر وقت در خدمتشان بودیم که یک بخشی از آثارشان برشان پست بکنیم بفرستیم به دسترسشان قرار بگیره و بدون شک که آرزوی هر نویسنده همی است که کتابش و نوشته و روش های فکریش در سرزمین مادریش و به دسترس مردم کشورش بیشتر قرار بگیره. دیگه در خدمت تمام دوستا و نویسنده هایی که در بیرون افغانستان هستند هستیم انشالله. یک جان سپاس از جناب باحث رهنما مسئول این مطبع و چاپ. شورش ها چگونه پایان می‌یابد؟ اثر نویسنده عالی قدر ما جناب خلیل رومان به چاپ رسیده. یک جان تشکر از شما. برنامه خود با قطعه شعر خاتمه می‌بخشیم. در دفتر زمانه فتد نامش از قلم، در دفتر زمانه فتد نامش از قلم، هر ملتی که مردم صاحب قلم نداشت. در پیشگاه اهل خرد نیست محترم، آن کس که فکر جامعه را محترم نداشت. با امید پیروزی هرچی بیشتر شما، نجیب هیروی از استودیوی کابل باز هم در خدمت شما قرار دارم. سرزمین من، هرچی میخواهد دل تنگت بگو، برنامه به گردانندگی و اجرای خلیل رومان. تلویزیون بهار تقدیم میکند.